السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستان و برادران عزیز، روزی سید جمعه برای هر یک ما و شما یعنی قبول دعاها باشن و قبول عبادتها باشن که الله سبحانه و تعالی میفرماید: یا ایها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الله سبحانه وتعالى ندا میکنه برای مؤمن ها: یا ایها الذین آمنوا، او کسانی که ایمان آوردین، هر وقت که شما را ندا میکنن بسوی نماز جمعه، بسوی عبادت خدا. فاسعوا الى ذکر الله، هر روز جمعه که شما را ندا میکنن برای نماز جمعه گذاشتن، پس شما دوان باشین بسوی نماز، یعنی برای بسوی نجات یافتن از آتش جهنم. فاسعوا الى ذکر الله، سراسیمه باشین به ذکر یاد عبادت خدا. و ذروا البیع، تجارت و بیزنس خود را بگذارین. و انشاءالله که این روز جمعه هست، الله سبحانه و تعالی تمام عملهای خیر ما و شما را قبول بفرماید. بعد هر یک نماز جمعه باید انشاءالله که تماس بگیریم با هم دیگر، یعنی پیش از نماز باید انشاءالله زنگ بزنیم برادرها، بگیم که برادران عزیز روز نماز جمعه هست، انشاءالله که یعنی نماز ترک نکنین، با هم در مسجد انشاءالله که با میخونیم. بعد نماز جمعه انشاءالله با هم دیگر باید بگیم که تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. الله سبحانه و تعالی تمام عملهای ما و شما را قبول عطا بفرماید. و بسیار شده به نهایت مریضایی که آید به می سحر و جادو و جن زدگی به نهایت زیاد شده هستند. الله سبحانه و تعالی شفای کامل عاجلشون عطا بفرماید و خداوند هیچ گونه مسلمانه بین بیماری روحی و بیماری سحر و جادو و حسد بغض کینه به اینها خداوند هیچ مسلمان گرفتار نکنه. و هم خاطر برادران عزیز انشاءالله که با دعا باشین که ما خود بریم مریض هستیم، الله سبحانه و تعالی شفای کامل عاجل عطا بفرماید و انشاءالله که در خدمت هستیم. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نماز جمعه خداوند از شما قبول فرماید.